در وقتی خورد بودم مادرم از پدرم جدا شدم و مرغ گاو علف هم خیلی کارو خیلی بازی را دیدگی نیستیم. بله یکم سالی که به شوهر برآمدم یکم سال بچه خالم گرفته بودم 4 ماه زندگی کردیم. وقتی 16 سال 17 ساله بودم قطعا یک بچه میگشتم با نام شاروخ نام داشت. امروز خیلی عاشقی کردیم. بعد در بین خانگی فهمیدن که من خیلی با همین کارو دست دادی نه؟ ها بعد گرفتم دادن 4 ماه زندگی کردیم جدا شدیم در فدراسیون روسیه از سببی که بسیار بد میزد که بچه زن داشت فرزند داشت. من که خودم بعداً فهمیدم همراه همون دوگانتون چقدر که زندگی کردین به خاطر دوگانتون که عذاب و مشقت زندگیش فهمیدین از بیبی و بابا و تقاط رو گردوندین. بله همین کاری که مردم نسبت همون گمان بد میبرد که این همچون فاحشه همچون دیگه کارا میکنه همین چیز در حقیقتا راست بود. بعد همین کارا با فرخار میرفتی همسایه نسبت چقدر معامله میکردن؟ $7,500 پول قلین ای دختری کتا دارم اکراس دیگه به من پسند نبوده به خاطر که از شوهرم نام جدا شدگی بودم در دلم کینه بود. اونا زنگ میزنن ترجی خطی نشان بده میگه این زن طبیعی میگه چیکار کرده استایده من در طرف خونه قطعی دوستم رفیقام شدگیم ایش هم قلین قطعی بود؟ ایش کلیتی خانه قطعی لیج میکنه میخونه چیکار میکنه نمیکنه ایش پرابلم ایموز پیر باشه بینمود باشه نمود نداشته باشه شکمش نمیقدر باشه رشیش نمیقدر باشه کسا جا من گفتم شرم وقتی میدارم که دبان ایرا کنی لیش دویده است باشه من وقت شرم میدارم این رقص من به رقص نمیتونم همین مردم را به رقص شناخته پسکه به همین رقص تا آخره بشناسم. من راستگاه وقتی به شوهر برآمدم در روز توی من دوست مراد شریف برنده بود در همون روز شناس شدیم همراه دوست مراد. روزی توی اختونه؟ بله همراه شوهر سیون؟ بله. رحیم پروداکشن. سلام علیکم دوستان هواداران کانال رحیم پروداکشن. در برنامه نوبتی ما حضور داره یکی از چهره‌های شناخته رفعت جمشید. شما را به برنامه سیرهای نوفته خوش اومدید میگم اپای عزیز توانید شما با کلی آن نفرانی که این لحظه ما شما را تماشا دارند. سلام علیکم دوستانی عزیز و مخلصان رحیم پروداکشن زنده باشین که مرا به این برنامه تان دعوت کردین. تشکر زیاد اپا جان از رحمت که سخنی ما رو رد نکردین و در برنامه ما اشتراک کردین. از رفتی نوار یکم بار تماشا کردگین همیشه برنامه ما را. بله. و میگذاریم به قسمتی سوال جواب. یکم سوال با شما کمتر آید زندگیتون در کجا تولد شدگین و عین حال با چی کارو مشغولین کوتاه کمتر برای کلی مخلصان میفهمونید. من در ناحیه فرخار به دنیا اومدم. در عائله 2 نفر هستیم من و برادرم فرزند کلانی هستم و عین حال چیکار میکنم خانشین؟ خانشین؟ بله. بهترین اپا جان عزیز. و گفتین که در عائله 2 نفریم شما برادرتون. برادر شما عین حال در کجاست؟ در فدراسیون روسیه. همراه کی؟ همراه مادرم. عائله دارای؟ نه همونجا زندگی میکنن کار میکنن میخوانن. بهترین. پدر و مادر شما یک جا نیستن که مادر تنها در روسیه؟ نه این در وقتی خورد بودم مادرم از پدرم جدا شدم و مادرم شوهر دیگر کردم و پدرم زن و زندگی یعنی با زندگیشون دوام دادیسن؟ بله. پدرتون زندگیشون رو در کجا دوام میده؟ پدرم این حال در ناحیه شریتوز هستن رئیس قصر فرهنگ و با 3 خواهرم و مادر دویمم زندگی میکنند. شما نیز همراه مادر نوتان یعنی شوهر عائله پدرتان رفت آمد دارین؟ بله بله. شما را خوشرو میپذیرند قبول میکنند؟ بله. در یگان جشن مراسم همه کسا یک جای و همراه مادرتون پدرتون صحبت میکنند؟ بله ما بین یکدیگر یگان خفگی ضدیتی یگان وای نداره. فقط هر کس با زندگی خودشون؟ بله.
بهترین زیاد آپاجان که اینقدر سخنان را گپ زنیم و یک سوال دیگه با شما چنین داده می شود که گفتن که ما خردسال بودیم پدرم ای مادرم جدا شدن شما میتونید که کمتر همین را وسیع‌تر فهمونید که با کدام سبب همین جدا شدن راستی گپ ما نمیدونم با کدام سبب تا حال نه از مادرم نه از پدرم این سوال رو ندادم به هر دوی آنها. ما وقتی خرد بودیم مادرم که با پدرم جدا شدن ما در تربیه بیبی هم در نایه فرخار کلان شدیم از همونجا شوهر کردیم بعد هم خیلی پای زندگی خودمون شدیم. شما میخواهید که در آینده چنین زندگی با فرزندان شما نصیب گردد مقصد چه خیلی جدا شوی عذاب‌های کشیدن همه چیزا میخواهید نه راستی گفت عذاب‌هاش کشیدگی نه چه خیلی میشه ای پدر دور بودن ای مادر دور بودن به پدر به مادر زندگی کردن یا که خیلی مشکله در تربیه مثال تاغا ینگا بیبی مثال اگر صد با فکری من که من پدر مادر نباشه هیچی ایده اونا توی بود که یگون خشتباری نزدیک یگون داشتم یگون قبیله که نسبت که مادرت فلان پدرت فلان مقصد بله تو به پدر به کسی می چیزو بود هم در مکتب بود هم در کوچه بود هم در خانه یعنی در شما گشت و گذار در همون محله که شما زندگی میکردین به نهایت که این بود که از هر طرف با شما معلومات هر گونه گپ ها به گوش شما میرسید راستی گپ ما خیلی بود در خانه بیبی هم خیلی بازی کنیم قطعی مثال چی میگن جور دوگانمون مثال رفیقامون ما بازی کلگی نیستیم یا امر در درنی همی کار مرغ گو علف هم خیلی کارو خیلی بازی را دیدگی نیستیم بله در سن چند سالگیتون اویلا داشتگی 18 سالگی هم بچه خالم یکم سالی که به شوهر برآمدم یکم سال بچه خالم گرفته بودم 4 ماه زندگی کردیم جدا شدیم. انتخاب از جانب شما بود یا اینکه بیبی بابا؟ از انتخاب راستی انتخاب من در دختریم چی میگن؟ عاشق میگن چی؟ در سن نوجوانی کنید سن مکتب خونی تو عاشق بودین؟ بله همراه یک پسر گپ میزدم بعدا از سبب که باید بچه میگوی بگم خیلی معنای سرهای نقطه اپر افاجان همیه که چیزی که هست باید مردم فهمانم تماشا بینونه که این لحظه در پشت کامیرای ما تماشا کردیدن باید بفهمد قیزیخی کردن وقتی 16 سال 17 ساله بودم قطعی یک بچه میگشتم با نام شاروخ نام داشت امروز خیلی عاشقی کردیم بعد در بین خانگی فهمیدن که من خیلی با همین کارو دست زدگی نه؟ بعد بچه خالم همین خیلی آمد که من علف چینی اومده بودم علف ها را باید طور بلوخانه میبروردم که بچه خالم همون جمعه بینم مرا عاشق میشود که من همین نوسته خالم هم میگیرم ده بعد ما وقتی که او عاشق داشتیم قطعی بچه یک شاروخ گفتنی بچه میگشتم دیگه میگفتم امو را بتین امو را نتینم خود من میکشم از سببی که بچه زن داشت فرزند داشت من که خودم بعدم فهمیدم خانگی ما راضی نشیدن که مقصد دختره که این اولاده را خیلی ممکن است در تاجیکای خودمون نمیشه عشق بگم همین نکاح کردنم خیلی هم حرکت کردن از سببی که خالم کسلی مریضی قند بود مرد مادری هم خشتامن بعدا تقام که بجای هم پدرم بود هم چیزی ما هم تقام بود تقام کسلی رکشید مرد دیگه ما توی نکردیم هم خیلی هم حرکت کردیم هم خیلی مرا نکاح کردن گرفتم دادن 4 ماه زندگی کردیم جدا شدیم در فدراسیون روسیه از سببی که بسیار بد میزد رشک بسیار داشت همون سبب به هر یک کار رشک فقط از حساب کار بود یا کار ایلیش نشما؟ من خانه در راست گپ وقتی که ما در مسکو در یک خانه 3-4 عائله زندگی میکردیم بعد جورهای وای که زنای عروس داشتن مالدگان داشتن و که دختر قشلاق آخر سری میخستیم یکم تازه میکردم یا که خانه و گرسوز شیر برینج یکم چی میکردم تیار میکردم
بعد میخواستن مقصد هم آدمای هم خانه میخواستن میگفتن هم بگیری زنی تاجیک خطا بگیری میگفتن هم زناشون حقارت میکردن میگفتن یا مقصد تو ابیتا خوانن خیلی می ارسولا میدونی که دیگه انا می برای نام قکل که یا چی با کرا تعریف میکنن برای چی طرح تعریف میکنن خیلی میاین میبینن توزا میکنن چی میکنن تو امیلی بسوی کودکای و یارا میشوشتم توزا میکردم همه را ما دختر قشلاق در قشلاق کلان شدگی کار باری خونه کدگی اومخته دیگه رنگ بوناتون خوب کده تو ابیتا برای نمی قکل رشک میکرد میزد که ترا تعریف میکنن یا چی دلنیتی دارن تقطی یا یگم گب میزن یگم چی میکنی برای نمی قدر میزد بعد دیدیم که نمیشه بعد مادرم گفت که جدا میکنم تا بعد جدا شدیم اومدیم 4 ماه زندگی کردم اومدم تاجیکستان دیگه ای پایش نشدیم دیگه زندگی دارم. در وقتی که شما شوهردار بودین در یاد شما همون عزیزتون میزد میخواستین که دیونگونا با پیش همون رو نه تو یگان بارم گپ زدگی بودین در همین 4 ماه نه این چیزا ابسری نه خیلی نمید شما در وقتی که بودین در سین مکتبخانه عاشقی کردین همراه همون بچه درک نداشتین نه ای اویلادور بودنش فرزنددار نه بودنش در 17 ساله من صنف هشتمی بود نهمی بود در مکتب رامدگی بودم برای که من در فوتیا یک نفر خشتبار مامان بودم و اجازه ندادن که دیگه من مکتب برم برای همون بعد اجازه نبود برای مکتب رفتم من در 17 سالگیم قطعی بچه شینوز شدم گپ زدیم اول راستیگر نمیدونستم که اویله داره بعدی که مثلا کار ایهات گذشت بعد فهمیدم که اویله داره بله پس اون بعد که ای فدراسیون روسیه گشتین مادر شما همراه شما اومد؟ نه مادر من ما در تنها مسکو خودش بودیم مادرم در گروه پوشکینا بود در اونجا کار میکرد زندگی میکرد مادر مرا به تاجیکستان روان کرد خانه بیبیم بعدی اومدم در خانه بیبیم 1 سال زندگی کردیم ایستادیم بعد دیدم که شرایط که من باید ای پای کار و زندگی خودم شدم بعد برآمدم ای پای کار بور خودم شدم تو 1 سال در فرخار بودین؟ بله بعد از اون به شهر دوشنبه اومدین؟ بله با چیکار مشغول بودین؟ اولا راستیگه با یگان کار اولا آمدیم ما قطعی یک دخترک در فرخار دگونه شده بودیم و دخترک کمتر چی خیلی بگم با زبان لحجه خودمون برهم میگن چی میگن یعنی خیلی بدنامی داشت که آدم رو با هر خیلی بکارو؟ بله که اصلا او دختری خیلی نبوده خیلی ناموشم خیلی بود بعدا وقتی که خانوادم فهمیدن که من خطی همون دخترک دگونه داری دارم رابطه دارم میریم میاییم بعدا خالم و بیبی همشون گفت که اگر قطعی همین دگونه داری میکنی خانه همون ببرو برا بعد من دگونه ما که چقدر دوست میداشتم میدونستم عذاباش مثال خانه ویرانیش چقدر در زندگی عذاب کشیدگی در پیش من میشیش نقل میکرد گریه میکرد دل میسوخ عدلی همون دختر با خبر بودم و گفتم که من دگونه ما انتخاب میکنم همه وای باگاژنی کرد چی میگن نمیدونم سونکه که لباس میاندازی همین لباسا بله گرفتم لباسام رفتم پیش شما وقتی که پیش همون جمعدون گرفتم گفتن که وقتی که برآمدم همراه همون دگونتون چقدر که زندگی کردین به خاطر دگونتون که عذاب و مشقت زندگیش فهمیدین از بیبی و بابا و تقاد رو گردوندین بله پس از اون زندگی رو همراه دگونت دوام بله لک رفاع جان لک همین کاری که مردم نسبت همون گمانی بد میبرد که این همچون فاحشه همچون دیگه کارا میکنه همین چیز در حقیقتا راست بود راستیگه من را یگان بارون این مسئله خطی یگان بار شما را یگان جا بگلاشت همین خیلی کردگی نبودن؟ نه گفتگی نیسته از سبب که زندگیش ویران بود و در یک آشخانه به نام پیش خدمت کار میکرد شما میدانید که در تاجیکستان ما نام پیش خدمت ها چقدر بد است بله هرچند که کاری بد کنن یا خوب بله یک نوران از همین سبب که خانه بیبی هم گفت که یا قطعی هم دگونه‌گری میکنی یا که میشینی در خانه ما گفتم که
میرم همین بگشتیم و لباسام جمع کردم و خستم رفتم پیش دیگونم گفتم که من پشتی تو مرا خانم مستر کردم تو باید مرا بگیری جا کنی گفت رفعت تو خود ناز میدونی که من اینی حال جو ندارم نمیدونم من تو را چیکار میکنم گفتم من نمیدونم تو مرا باید بگیری جا کنی مرا ببر به خاطری که من پشتی تو ای خانه بودم ای همه چی رو گردوندم مرا بگی جا کن خیلی بعد مرا گرفت دوشنبه اوچش در شهر دوشنبه مادری و اجاره میشیش مرا آورد خانه مادرش در خانه مادری اما یک هفته باره ایستادیم بعدا مادر او که کتاب قرآن خون و نماز خون و خیلی بود من لباسای سورمینی میپوشیدم و مثال لباسای شیم خیلی چیزا میپوشیدم میگفت که تو این کرتای تاجیکی را پوشیدنش با گردن نگیره خونه من نیارش بعد وای قطعی مادرش گپاش مثال یعنی بحث بین مادر و فرزند پیدا شده ای پشتی شما ای پشتی من ای خانه شان بر اومده مثال قطعی من دگونه شده تیره خیلی میگوی این مقصد چی میپوشه نمیپوشه خودش جواب میگده مقصد کار نگی بعد همی خیلی زندگی همی یک هفته دو هفته در خانه هم ایستادیم بعد ای پای کار باشیده رفاع جان همین چیز ترا ناامید نمیکرد وقتایی که مثال اما دوگانه تا همراه مادرش جنگ میکرد مثال نسبت شما رزبار میگیم با گفتی رسوا همین چیزا میشید شما یگان وقت رو افتادن نمیشین که من به خاطر این مثال دوگانه برام اومدم ای خانه بیبی بابام ایوا رو گردوندم لیکن امروز با این جنگ بین یو پیدا شد نه یک بار همی خیلی رزبار کردم که مقصدم خیلی مقصد همی کار فهمیدن که چی سبب من این روز به خانه او ایستادم مقصد بعد دیگر استا اوچه وی دمه عادت کرد یعنی آمختش عادت کرد بعد گفت که خیلی بچه میبخشه که من ترا در سر قهرم خیلی باید مرا بفهمی من مثال کتاب میخونم من همه چیزی مثال این دنیا و او دنیا با خبر من به خوبی خطا گفتم ترا نه رو افتاده نشتم راستی گفت خیلی کم ترزیق شیدم به خاطری که ای پشتی ای من خونمون ای همه رو گردوندم خستم دمیره گرفتم مقصد اومدم که در خونش با اوچش مرا خیلی بهرمتی کرد کم تر رو افتاده شیدم و بعدا که اوچش قطعی مناسبت خوب کرد و گفتم خیلی توکلش با خدا بعد دیگر دیون برا با شوهر نبرآمده؟ برآمدم بعد چند سال پس؟ سال نشید بعد وقتی که یک سال کلخوز روسیه یک درجه یک دوگانه بود روز مولودی چی میگن زادروز یک دوگانه بود رفتیم در همونجا رقص بازی کردیم که در اونجا دیرکتری امور طرفخانه مرا دعوت کرد که بیا بگیریم فیروزش کنیم مرا گرفتم و پیش دیرکتری امور طرفخانه را بردم گفتن که چی رفعت حسن زیبا داری خطا حیف نکرد تو بیا اگر هنر خوب داری گفت بیا مقصد در کارخانه ما کار کن با حیثی چی؟ رقصه بله رقصه بعد من گفتم که راست دیگه ما در اولادی ما خیلی رقص خیلی چیزا نیست گفتم خانواده ما مقصد میفهمن چی میکنن مقصد همه ما رو میگردونن نمیتونن گفت بعد شنوندن من گفت که بچه‌ام گفت این دخترایی که بیراه گردی میکنن در قد کوچه میروند چی کارایی نمیکنن این روزا گفت تو مهنتی حلال میکنی گفت بیا در کارخانه ما کار کن مقصد صاحب یا چینیم چی میشم خیلی قریب یک ساعت قطعی امو دیرکتری هم طرفخانه شدیم مصلحت کردیم گپ زدیم من در مثال راضی شدم پگش بود ساعت 7 خستم رفتم کار قریب یک 6-7 در اون طرفخانه کار کردم یک مردک اونجا قطعی گپمون چی میگن؟ یعنی به هم دیگر مراسم بله بعدا من گفت که من ترا مقصد میگیرم محقولم شده میخوام من ترا زن کنم تو زیبی خیلی جو نداری تو باید که تو زن باشی خانه دا باشی مقصد فرزنددار شوی تربیه فرزند چی میگم فرزندات رو تربیه کنی تو باید زیبی جا نداری بعد یکم 2 هفته باره قطعی همون مردک گرب زدیم گرفت توی کلام در فرخور
شما دویم بارا گشته با خونه بیبی بابا بله بله من شما را قبول کردن؟ بله من وقتی کار در آمدم من یکم سیری ندارم که ای بیبیم کلام مثال پنهان کنم یکم چی کاری کنم بیبیم از زنگ میزنم میگم بیبی جان هم خیلی زنگ زدم گفتم بیبی جان من هم خیلی کار در آمدم هم خیلی اول یک همش رو افتاده شدن که مقصد ما نمیخوایم تو رو در این حالت بینیم و بعدا عادت کردن. بله عادت وقتی که بعد همین کارو با فرخور میرفتی همسایه نسبت چه معامله میکردن؟ بعضی وقتا گفتن که همین کاراتون هم چیزا بله همسینفام بچه های همین فرخور هم می آمدن یکم وقت می دیدم بچه میشیدم میگفتن که بیا هم 100% تو زندگی شخصی خطا داریم و حق نداریم مثال از زندگی شخصی تو مثال یکم چکنیم تو ای پای کار چده مقصد ایزا نکش آیسته آیسته شما هم نیز عادت کردیم. بله باز مگذاره برام قسمتی دومی صحبت که بعد توی با همه قلینگ با بله همه خیلی $7,500 پول قلینگ ای دختری کتا دارم برانده $7,500 پول قلینگ در توی دیوم بنوشم مقیم برای آورده بودیم یک هیچی رسخود نکده باشه یک $5,000-6,000 رسخود کرده شوهر دویم شما چند ساله بود؟ 81 سال تولد 81 بوده چند سالگیش نمیدونم 81 باشه 39 40 همین قدر ده بوده با شما پیسان بود؟ اکراس دیگه به من پیسان نبوده به خاطر که از شوهرم نام جدا شدگی بودم در دلم کینه بود شما فرما از حسابی که مقصد بفهمه که من دیم بارم میتونم برای یک بین مردم که نه مقصد من به خاطر او قدر توی کردم که مقصد وای بدونه که من یک چی هستم که وای مرا زیری پا کردن بله بله از حسابی هستن مردایی که مرا مثال رنگ گل باری نگاه میکنن من با اون مقصد مثال عروسی کردم توی کردم با او خاطر اینه که من مثال یا عمر قطعی بمانم خیلی دوره از غضب عشقی بود که نسبت همونی که به حرمتی کرد همین کار کرد که در حقیقت من میتونم بله هست نفرانی که مرا خوشبخت میکنه هرچند که تو نتونستی مثال خوشبخت کردم مثال هرچند بچه خودم دی از زندگی با خبر و زندگی شما چقدر دوام کرد همراه این را دیگه به یک 7 ماه یا 8 ماه سبب جدا شوید ما همین بود که وقتی که برای تاجیکستان بیرون رفتگی بود بیزنساش همه در دولت خارجه بود مرا گفت که مقصد من دیگر رستوران روید و مثال نبینم ده مقصد تمام تامینات خانه برداشت من لیک زنی خانه شد بله من در این بین یک روز چی میشه که همین جای کارو میرم کالخوز راستی جای کارو میرم که در ماه حالت و هر یک نامرای مثال دوستای مرا دگانه‌های مرا داشته بعد وقتی که وای زنگ میزنه اما سالا ترجی بسیار بود ایمو بود خیلی چیزا نبود ترجی ایمو نبود با فکرم ترجی قطعی زنگ میزنن که تلفن اون روز مرا نمیبردارم ترجی را خیلی وای زنگ میزنم میرم دبیران گل میزنم میگم خونه دایم ترجی زنگ میزنه نمیبردارم ولی یادگانم دایمون درن رستوران همون طرف خونه زنگ میزنه ترجی خطی نشون میده میگه این زن طبیعی میگه چیکار کرده استایده من در طرف خونه قطعی دوستم رفیقام شدگیم استراحت کرده استیم که نشون میده بعد همون دیگه سبب جدا شویم و پا بیزد دیگه نوای زنگ میزنه نما هم خیلی جدا میشه میریم بعد با همه کاری رقصگی رو دوام بودن گرفتی نه؟ بله پس از اون دیگر با شوهر نبرو بودی؟ 1 سال پیش با شوهر برآمدم نه ایش هم قلین قطعی بود؟ ایش کلیتی خانه قطعی ایش هم توی مرکه در فرخار گذاشت؟ نه در می رستورانی بین دوستان؟ نه بین دوستان خشتبوران بود؟ همه خشتبور در می رستورانی کالخوز راستی رستوران دنیا رو برای رستوران سلطان سرای بود در مو رستوران شد خشتبور هم دوگانه هم همسایه هم همین چخلی که توی نستایش توی رفا جان در همه
بعد از بچه خودت گفتن در دو شوهر دیگر پدر و مادر شما حضور داشتن؟ در توی دویمم بله، در این توی که 1 سال پیش بود نبودن، چون که مادرم در مسکو بودن، پدرم که مریض هستن، این حال فشار چی میگم کسل فشار بلندی میگم قند دارن و سلامتیش خوب نبود، بعد تلفن تبریک کردن و آمدن نتونستم. باز همراه شوهر سیم چقدر زندگی کرده؟ تا حال زندگی داریم. تا حال زندگی بله. داریم؟ شوهر سیم اجازت داد برای مثال در شکار ریخته دوام دادن؟ بله. هر یک ثبتای کلیپم ده همه بسیاری مرکه‌ای که دعوت میکردن شوهرم همراه خودم میبردم. پیش وقت زید بودن، بعدا آهسته عادت کردم. ده شوهر سیمتون اکی جا میشه؟ شوهر سیومم ایرانی است، از مشهد. در یک نوار دیدگی هستم که همراه شما گپ میزنه، میگه که ما زید نیستم برای مثال سند وای کردنش، همون شخص با فکرم یک نواری که صوتی پرتفتگی اون نوار با او خاطر ویدیو کردن پرتفت در شبکه‌های اجتماعی که بسیاری آدم ها در تای کامنتاری های ما نوشتن که این شوهر داره و شوهری بیناموس های دیوس های زن شبر آورده در بین مردم ها همین گپ های قوی می نویستم. بعد گفت بیام گفت یک ویدیو میکنم که مقصد لیج میکنه میخونه چیکو میکنه نمیکنه ایش پرابلم ایموز مثال هیچ که حق نداره در زندگی شخصی یک از دیگر دخالت کنه که گپ قوی بزنه چیکار میکنه نمیکنه. من اجازتش دادم، من شوهرشم، شما کی اختون که بپشه ایره گپ میزنه و همون خاطر ویدیو کرد که مردم ما اگر نمیدونم خود دیگه چی بگم. شوهر سیم تو چند ساله ای؟ چی بسال؟ برای که در درون این سوال با سوال اپل جان ایش مخفیه. مخفی هم و انتخابی که شوهر را میکنین برای شما بیشتر چیش مهمه؟ مهم یعنی دلش؟ کسای چپش. دوستان عزیز کدوم اگر مبادا اپای رفاقت اگر این شوهر جدو شما پولدار باشین در خونه اپای رفاقت بگین اگر نه پس بیپل کمقر اگر همچند دل داشته باشه کسی چپ نداشته باشه. مامام میگه که فقط همین چکلانو میگه که بچه هم مردک ای میمون کم در فرقیت داشته باشه سمیگلانی در زندگی مردک باشه آخه خشروگی رو من چیکار کنم کراساف چی باشه خیلی مسکل داشته باشه کچوک بگیره خچه چی میگن سپارتسمن بگیره و کوارتیر با کوارتیر زندگی کنم چی در کلای مدن پیر باشه بینمود باشه نمود نداشته باشه شکمش نمیقدر باشه رشیش نمیقدر باشه کسای جا باشه مادام خدا خشرو کنم بگردم من باید خشرو باشم، من باید در پیش مردکم خشرو باشم که من ناز کنم مردک من نازی من رو بردارم مردک نخو خشرو باشه یا نه؟ خیلی اگر ما وزی در اگر این مینه اگر در زندگی ما بود تب یکم مشتری خودی شوخی میکنم دوستان عزیز. خیلی در زندگی یک چیز اپر افاد که هر زن هر مرد انتخابش هر خیلی فکرش هر خیلی هیچ کسی اون کسی مجبور کرده نمیتونه. در زمان حاضر دولت ما که دموکراتی های هر کسی میفوره انتخاب در خچای چه خیلی میفوره زندگی میکنم و به نهایت مینداریم که مثال زندگی ختم کمی برای ما قصه کردیم با کلی مخلصا و میگذاریم قسمتی سوال جوابای ایجادی شما که با کدام سبب شما روی صحنه آمدین چی سبب شد اولین استاد شما در روی صنعت تاجیک کیه؟ اولین استادی من این پدرم است که سال صنف نهم میخواندم من به ناحیه شهر توس پدرم رو خبرگیری رفتم در آنجا روزی وای بود روزی 9 سپتامبر روز استقلالیت بود در همون روز پدرم مرا اولین بار روی صحنه برآورد. اولین استادی من پدرم است. بعداً تو همراه که
اهلیدین راستی فامیلش من اهلیدین فخردین نه حاجی اهلیدین هم بله یک دویم سرودی که من مثال ثبت کردم در استودیوی اکای اهلیدین بود که دوستی پدرم است و بسیاری مثال جایی که نمیدونستم و مثال نمیفهمیدم با شما کمک میکنم. بله پس اون سرودی که شما رو مشهور کرد همراه دون جوان بله چی سبب شد که شما همراه دون جوان یک جا شدین همه سروده و پیشکش مخلصان کردین؟ من راستیگه وقتی به شوهر برآمدم در روز توی من دوست مراد شریفوف برنده بود در همون روز شناس شدیم همراه دوست مراد روزی توی اختونه؟ بله. همراه شوهر سیون؟ بله بعدا همه خیلی شناس شدیم وقتی که من سال 2014 15 16 یک همین سال یک 3-4 کلیپ دیگه برآورده بودم یک دو سرودی که چند سال خواب بود مثال ای پش نشدم به شوهرم گفتم که خیلی من مثال دو سرود دارم باید کلیپ کنم خیلی میخواد شوهرم بعد دوست مراد از زن زدم دوست مراد گفتم که دوست مراد من در یک در وای در کره اپراتور چی میگم نور باردو بله در کره گفت که من دارم دوستای رفیقای دارم گفت که مثال ترا دستگیری میکنن گفت بیا گفت من برام شناست میکنم همه خیلی رفتیم قطعی نوار بردارا شناس شدیم همه خیلی دوستیمون قطعی دوست مراد شریفوف همه خیلی چی میگه دوست مراد گفت که من یه سنچه دارم گفت رفاقت بازی نمیکنیم در سنچه من بعد شوهرم همراه خودم بود شوهرم گفت که یک بار سنچه تا مقصد وای که پیشنهاد که معقول شو بازی کنم فیگم جای وایش نیسته و من خیلی یه سنچه دوست مراد بازی کردیم هم خیلی بعد همین خیلی همکاری کردیم در قطعی دوست مراد شریفوف بعدا همین ایده در سرش آمد و من از زن زد گفت که رفتم خیلی یک فکر دارم مقصد راضی نیستی و من شوهرم اجازت پرسیدم گفت که اختیار در خودت گفت بعد کار منحصر کردیم بعد دوست مراد شریفوف یعنی بعد همه سروده ثبت کرده مثال روی نوار آورده همه بعد که مثال قسمت تو پنجم ششم رفت در بین یک قسمت دو قسمت همه سروده با فکرم شما نه نقش آفریدین نه ثبت کردین سبب در چی بود؟ من در خونه خوشتومنم بودم مادر شوهرم در ایران بودم با همین خاطر نتونستم در موقعی ثبت کلیپ بیایم با هم خاطر در جای شما دیگر کس با هم نقش آفریده هم ثبت کردن بله بعدی که همین قدر رفت آمده که همراه مثال صنعتکارهای تاجیک بسیارش بود همراه دانشجویان در بسیاری چیزا بعد همه سرودها برآمدن نسبت شما که و زن شوهر هستن این چنین رفت آمدهای دیگر نمو دارن همه چیز تو یگان جای را اساسی واقعی داره؟ نه همچون دوست همچون برادر؟ بله تمام همه چیزا بله بله با کدام دوره تو بیشتر سفر کردگی؟ بیشتر با دوبای با الماتا که در اصل 3 بار یا 2 بار میرم دوبای با کدام مقصد میری؟ دوبای و تماشا مقصدی من این که بسیار وقتی که دخترکا ای دوبای سخن میکنن یا رفتن با دوبای مقصد با بیزنس های خودشون فکر میکنن ده؟ نه راستیگه من دوبای اصلا امی دوبای خودم دوست میدارم از سبب بیکاز این حال چی میگن کرانتین نیو دخترها که دوبای میرون بسیار میاین برای نامی که میبرن نسبتی هر یکی همان ها برای خاطر رفت آمده بس کردن برای ها بله طول 1 سال میشود که نمیرم بهترین اپا جان عزیز و سوال دیگر آیدی زندگی شما میرود ای سه شوهری کردگی یگان فرزند داری؟ نه برای چی؟ برای که چی میگم پرابلم های زندگی من بود نکردم ولی پلم پر نشده چند ساله؟ 26 ساله؟ بله یگان بار فرزنده یگان کسا میبینی اظهاری الهامت میگه که باید تمام خیلی فرزند داشته باشی مهر و محبت داری؟
میآیم و نه که بعضی حالتهای را میبینم که مثال بسیار دخترهایی که قمرای ما کار میکردن مثال چون در مثال اینا فرزندشون در دوشنبه در یوان یا که در قرغن در دیگه جا کار میکردن فرزندشون در دست نیانکا یا که فرزندشون در دست خواهرشون اپوشون یا که اوچشون اما خیلی زندگی نمیخوام ما باید همه مشکلی های زندگی ما بود کنم که وقتی فرزنددار شدیم فرزندی ما باید قطعی خودم باشه در تربیت خودم باشه. شما در زندگی چی مشکل دارین؟ 3 شوهر کرده نه هر یک کدوم 3,000 دلار گرفتگی باشه. چی کم بودی دارین در زندگی؟ در زندگی کم بودی امیه که این حال از یک خانه دارم میخوام با یک خانه دیگه بگیرم بعد یک خانه گرفتنم یکم بعد یک خانه گرفتن تو با یک شوهر دیگه میکنی نه؟ من داریم با راست گپ در آینده ولی شوهر کردنی هم نیستم. سوال قسمت دیگر در میگذاریم که بعد روی صحنه توجیه برآمدن بعد که همین صورت شما را شناختن مثال بسیار مردم در راه رو شما را یگان مایده چی خیلی بگم انترسابت میکردن مشاهده میکردن که همین فلان حافظه خطی دوانجوان خدایی فلان صورت راست گپ بگم نه در بیرون نه در بازار نه در مغازین در تاکسی در کجایی نشینی میشناسم من. نشناسم؟ بله. این حال باز همون کسب اوله شما دوام دادیسی نه؟ رقصگری. ما اگر این حافظگی جای خچه داره رقصگی جای خچه این کسبی دوست داشته من این رقص که من به رقص نمیتونم. اگر در یکم کارخانه هم کار نکنم در خانه موزیکا میمونم تا رقص نکنم در یک هفته 2 بار 3 بار در خانه رقص میکنم. برای دل خطاخ نکشیدن. پاپا جان عزیز وقتی که شما در همه جایی که رقص و بازی میکنین نسبت شما نمیگن که شما حافظه نام حافظی تو چی که پس میکنین حافظه تو چی که پس میکنین همین خیلی سوال ها شما دامه شد یا نه؟ این مردمی ما هم خیلی مفکورش پسته که وقتی حافظه صنعتکار شدی نیز نچید که تو باید یک کمون حافظگی را به قپی بستی ما حافظه هم گفته دیگه همین جد نجنبی حافظه شدی حافظه رقصه میشه و حافظه اکتریسه میشه و حافظه باید 5 میگن 10 میگن هنر باید برسه. این حافظگی یا میکروفون رو بگیری و همین خیلی رنگ بخوانی و دستات همین خیلی راست خیلی هم نمیشه و حافظه باید هنرش نشان بوده. ما در وقتی که در طرفخانه میلینیوم کار میکردیم یا رقص کردیم همین شیرینی رقص ما یک چی میگن یک بچه میگه که تو رفاعت نیستی؟ میگم که ها رفاعت میگن شرم نمیداره رقص میکنی در اینجا. من گفتم شرم او وقتی میدارم که در بانی را کنی لیش دویده باشه من او وقت شرم میدارم هنر مای کس مای وظیفه مای مهنت مای چی با شرم میدارم این رقص ما به رقص نمیتونم. همین مردم را با رقص شناخته پسکه به همین رقص تا آخره بشناسم من. این حافظگی رقصی همین صنعتکار منو باید هم رقص کنه هم حافظگی کنه هم اکتریسگی کنه لوگوی کارا باید بکنم. در بسیار نوارهای اینستاگرام شما و در سالن‌های یوتیوب هم بسیارتر دیدگیم در چندین سایت هایی که شما رنگ حالتی که چه خیلی گم یک الهام بلندی ای رقص برن مثال رنگ ماینوش بوری حالتایی هست که در اینستاگرام هم هست که شما هر خیلی گپا زدگین همه از جانب یگان دوست شما پرت افتگی یا نوارو دزدیدگین مثال برای کرگ خطون داشتگی یگان شوخی کردگین یگان چیزایی که هست که در سامانهای اجتماعی پنج دگه ای همین چیزا خطون آگاه هستین؟ نه میدونم مستگر یگان برام انتخابات کردگی نیستین؟ نه من در فرق ندارم چیزی که هست نیسته کشو داره آپشن نه یا نسبت در کامنتار نسبت شما برای لیباس و برای افت اندام و مثال همه چیزا گپ میزنن شما یگان مایده رو افتادن نمیشه؟
مادر نیواژنیا کی چی مینویسه کی چی میگه من سامی گلان خودم خوشبختم چیزی که مادر مخوله من را میپوشم امروز میفرامم پوگزم محکم میکنم پدم میفرامم مین یوبکا میپوشم میبرم زندگی شخصی من یگان کس حق نداره در زندگی شخصی من گپ زنم من که آدمی نرمال نیم ویدیو را تماشا میکنم معقولم نیست میزگرانم ماشین اما مثل شینم ساعت دیگه نه چلیکاکوی نازنینک ما بگیرم باید خیلی ساعت کامنتار یا بنویسم تیل بولی باید دستانی تیلوی خیر هر یک کس انتخاب خیلی جان عزیز یک تا راستای در آینده مقصد دارن که زندگی پرابلم ها همه یک طرفه شود یک زندگی خوب و خرسندانه را پیشکش کنیم مثل ایجادای صنعت هم رقص هم دست بکشین و یک زندگی یک عائله سالم تشکیل کنیم انشالله همین خیلی مقصد ها هستن من مقصد ها انشالله همین تو خودم با خودم قول میگم قول وعده دادگیم که تا 30 سالگی را باید تمام پرابلم های زندگی ما بود کنم و مقصد بعد 30 سالگی در پای فرزند زندگی آباد هم خیلی پلانا دارم در حیاتم بهترین و در انجام صحبت یگان چیز دیگه گفتنی هستی؟ برای که؟ برای مخلصانه یا برای زندگی خیلی یگان جایی که ما در برنامه گفتن نتونستیم آشکار کردن نتونستیم در آخر همه گفتنیم که مردکا در گفتنیم زنکا داریم زنکا چون یک گلن زن باید مثل گل واری نگاه کنیم زن گل که میگن دوست داشتی خورشان حتما دوست بدار برای که او گل خور داره برگ داره ریشه داره او گل که لطک میگیری گلش تازه میگیری برای مردکا گفتنی هستم که مردکا قدر زن همه وقت بدونه سامی گلانی خشروین بیزه بین لیش دم از زنم مدنی وجنی نه خشروگیتون نه پیریتون نه یاشتون در زندگی سامی گلانی مرد باشه نامرد گردنش بشکنه چی گفتی؟ بله اپا جان خیلی چیز از زنکا میفهمم خیلی هزار رحمت کردم اپا جان که در برنامه ما تشریف آوردیم و یگان سخنی که از جانب ما در زندگی شما خلل داشتگی باشه یا یگان سخنی ناجا گفته باشیم در همین رفتی برنامه از شما معذرت میخوایم که نام برنامه ما همین بود سیره های نگفته و دوستان عزیز مینداری خود رو با اپای رفاقت میرسونه و این چنین کسانی که کامنتر مینویسین چی سخنایی که نسبت اپای عزیز مینویسین در کامنتر هر یکی آن رو من و همچنین اپای رفاقت خودش میخونم میبینه دوستان عزیز هر یک کاری نمیکنه پیش فکر کنه که مقصد چیکار کردیم مثال چی نوشتیم دوستان عزیز برای که هر یک کس زندگی شخصی خچای و ما یگان کس مجبور کردن نمیتونیم که تو خیلی بسپوش خیلی همین قدر باید ما خدا را شکر بگیم که همون زن فرزندای خودمون را خوشرو نگاه بکنیم و ترتیب درونیم باقی همش میشه دوستان عزیز و در برنامه نوبتی شما کسی را که میخواید دعوت کردن در کامنتر نویسین و ما ان شاء الله کوشش میکنیم که همون نفر با برنامه نوبتی دعوت کنیم خدا نگهبان دوستان عزیز تو برنامه آینده